های چطوری؟ امیدوارم که خوب باشید. خب امروز اومدم مارک آنتالیا که بریم یه سری چیزای کریسمسی بگیریم. میخوام یه هدیه کریسمسی برام مامانم بگیرم. پس بریم که یه عالمه چیزای خوشگل ببینیم. کلا آنتالیا تو حال و هوای کریسمسی و تمای کریسمسی من خیلی خوشحالم، چون که یکی از مورد علاقه ترین جشنایی که دلم میخواد جشنش بگیرم و همیشه براش ذوق داشتم کریسمس بوده و خیلی خوشحالم. پس بریم عالمه جای خوشگل رو ببینیم و وسایل کریسمسی بخریم و ببینیم چی از چی نیست. من چیزی گیرم میاد واسه مامانم بگیرم. من درخت کریسمسمون رو درست کردم. اون تایم نمیتونستم ویدیو بگیرم و خیلی سرم شلوغ بود، بخاطر که قبل از تولدم رفتم خرید کردم و یه عالمه کار داشتم، واسه همین نمیتونستم ویدیو بگیرم. و الان درخت کریسمسمو گرفتم، وسایل تزیینیشو گرفتم و نصب کردم. شاید بتونم یه ویدیو بعداً دوباره بگیرم که از مراحل نصب کردنش و اینا ویدیو بگیرم دوباره از اول. ولی در کل خیلی خوشگل شد درخت کریسمس امسالمون و اینکه یه عالمه ذوق دارم واقعا واسش. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. لیتس گو. خب حالا گفتم تا بارون میرسه، چون نمیدونم واقعا چقدر دیگه میرسه، گفتم من یه دور بزنم و یه سری چیزا ببینم که حالا وقتی دارم میگم حالا هوای کریسمسی یعنی همچین چیزی. این تازه ساده ترین دکوریه که الان یه مال داده توی آنتالیا. بذارید بهتون نشون بدم. خیلی خوشگله. آخه اینجا رو ببین. حالا السی واکی چیزای کریسمسی آورده. این السی واکی همشه که من فکر کنم از اینجا یه چیزی برای مامانم بردارم. حالا باید یکم نگاه کنم بگردم. اوه این چی بامزه است. بگردم ببینم چی میتونم پیدا کنم. خیلی نازه. اوه خیلی خوشگله. شاید یه همچین چیزایی برای مامانم گرفتم. کلا تو همین چیزم که مثلا لیوان و این چیزا ماگو اینا براش بگیرم، چون اومده بودیم خریدامونو کرده بودیم از اینجا. خیلی خوشگله. بریم ببینیم دیگه چی داره. ببین اصلا یه چیزی دیدم عاشقش شدم. اینو ببین. آخه خدا نگاه کن اینا رو. کاش واقعا سایز ما هم داشت، چون من واقعا 100% می‌خواستم بخرم. ولی خب یکم قیمتاش زیاده اگه برای خودمون داشت، چون که سایز من داشت، چون که اینا رو فقط کریسمس میشه پوشید دیگه، جای دیگه من نمیپوشم حداقل این چیزا رو. ولی حالا من اکسسوریای کیفم هست. من جدید خریدم. قبل بخرم. ولی خیلی خوشگلم. برام ببینم چی داره دیگه. یه چیز بامزه پیدا کردم. قیمتش هم خیلی خوبه. این ماگ است. قیمتش هم 250 لیره. نسبت به چیزایی که دارم اینجا میبینم این هم خیلی خوشگله، هم قیمتش خوبه. منم شاید اینو گرفتم واقعا واسش. خوشگله ولی خب خودمون دلم میخواد. خیلی سخته ولی اشکال ندارم میگیرم اگه چیز دیگه ای ندیدم که بهتر از این باشه. ولی قیمتش خیلی خوبه. اینم بود. یه مثلا اون قیمتش خوبه چون مثلا این خیلی ساده است. این همونه که صورتشو باز کردم و قیمتش هم همون 250 لیریه که اون یکی بود. خب اون یکم شیک‌تر بود، به نظرم بیشتر میارزه همچین چیزا بامزه‌ای رو بگیرم براش. من بقیه چیزا رو ببینم و همینجوری بهتون نشون بدم. اینو خیلی نرمه. بس میکنم به لباسام هم میاد، ولی نمیدونم زیاد از این چیزا دوست ندارم. ولی این هم خوشگله، هم پشمالش خوبه. خوشم اومده از این. قیمتش هم خوبه، فکر کنم 200 لیره. ببینیم میخریمش یا نه. الان بارون بیاد از اونها یه مشورت بگیرم. یه چیز خفن پیدا کردم. ببین خیلی خوشگله اینا. ببین حس میکنم قیمتش هم خوبه. وا مگه میشه؟
خیلی قیمتش خوبه. البته باید اینو ببینم چجوریه. داشتم ناراحت کننده که این قیمتش اون نبود و رفتم نگاه کردم آخه خیلی قیمتش خوب بود واقعا. قیمتش 500 تا بود. ولی خب از اونجایی که خیلی خوشگلم بود، ولی از اونجایی که ما وسایل تزیینی رو خریدیم اگه چیزی با قیمت خفن‌تر و ارزون‌تر پیدا کردم میخرم، نه که دوباره برم همون قیمت ها رو بگیرم. ولی خیلی خوشگل بود. خب بالاخره باران اومد. میکروفونش نویز کنسلینگش سبزه. بله. let's go بریم بخریم پس یه چیزی. خب حالا بین این دوتا خوشگل کدوم انتخاب کنیم؟ این یه حالت جا شکلاتی خوریه که خیلی بزرگ سرش هم داره، این ولی ماگه که نمیدونیم کدوم انتخاب کنیم. خب اینو که گرفتیم، این درختیه رو، اینم بارو میگه بهم میاد. حالا شاید بگیرم. تصمیم عوض شد، اینو میخرم. نه قشنگ نشون بده. 5 numaralı kasamız بریم اینجا ببینیم چی داره. نه ولی اوکیه اما السیباکه هم وای خدایا اینو رو ببین. وقتی من دارم چیزای خوشگل میبینم و بارون، خدایا چرا باید همچین جایی بشینی همچین چیز ببینی؟ دقیقه 96 گل زده. دقیقه 96 گل زده پرسپولیس. وای ولی این بشقابه خیلی خوشگل. های چطوری؟ بالاخره داریم به لحظات کریسمسی نزدیک میشیم و ببین چه صحنه قشنگیه. ببینیم چند قیمته. اینجا میگه که هر نفر 650 واسه 40 دقیقه و به نظرم اوکیه. اوکیه نیست؟ بریم بقیه چیزا رو ببینیم. خیلی همه چی کریسمسیه الان. Outside carols ring with cheer. Inside only silence I hear. Frost buttons on my window pane. واقعا به نظرم این یکی خوشگل ترین چیزاییه که بچه ها میتونن سوارش شن و بازی کنن. خب ببین یعنی واقعا هر وقت من از اینا هر جا دیدم انگار حس کردم انگار تو کارتونم. و بالاخره مکفیه. هر سال مکفیه رو خیلی قشنگ تزیین میکنن، واقعا از جون و دل مایه میذارن. هی
خب امروز قراره یه هدیه کریسمسی واسه بارون درست کنم که یه قاب عکسه که عکسای خودمون توشه و قراره این هدیه کریسمسیش باشه. کار خیلی قشنگه، من خیلی وقت بود دوست داشتم انجامش بدم ولی خب حوصله‌ام نمیشد، ولی این دفعه گفتم که انجامش بدم. کار خیلی باحالیه. من عکسامونو درست کردم، یعنی کنار هم چیدم که فقط مونده برام پرینتش بگیرم که میرم پرینت میگیرم و میام. ولی قبل از اون برای تزیینش من این استیکر رو پرینت گرفتم که خیلی کیوتن، مثلا این گربه ها رو ببینید شما، خیلی نانازن. یه عالمه چیزای گوگلی مگولی داره که میخوام بچسبونم روشون. خب بریم که اول عکس‌ها رو پرینت بگیریم و بیایم که بشینیم درست کنیم. خب عکس‌ها رو پرینت گرفتم، گفتم اول بهتون نشون بدم بعد بریم سر کار. اینا عکسامونه، پس let's go بریم بشینیم که انجامشون بدیم. خیلی ذوق دارم واسش واقعا، حس میکنم باحال میشه. اوکی اومدم، بریم اینا رو بچینیم. این اول از عکس‌ها شروع کنم. این قابم خیلی کوچولوئه ولی عکس‌ها رو فکر کنم باید چند تاشو انتخاب کنم، همه‌شو نتونم جا کنم ولی مهم نیست. من اون عکسایی که تو گوشیم داشتم الان و تونستم پرینتش بگیرم و خیلی دوستشون داشتم و پرینت گرفتم. عکسای دیگه بود ولی چون رو خواردم بود راستیتش نتونستم بیارمشون جز این عکس‌ها. ولی بریم همینا رو پرینت کنیم، بچینیم. این قیچی هم که میبینید این شکلیه، به خاطر اینکه قیچیمون رو پیدا نکردم نمیدونم کجا گذاشتم، واسه همین دیگه مجبور شدم با این دست به کار شم. دیگه ساری. خب یه سری اینا رو این کوچولو رو چیدم. حالا این چیزای دیگه هم هست ولی فعلا اینا خیلی کوچولو بودن. بریم اینا رو بچینم ببینم چه لوکی میتونم از توش در بیارم، چجوری بچینمش قشنگ‌تر میشه. بعد دوباره واسهتون ویدیو میگیرم. اینم از چیزی که الان نهایی شده. یه چند تا عکس اینجا کم اضافه اومده. فکر نکنم لازم باشه عکس بهش اد کنم چون عکس‌ها به اندازه است به نظرم. قابم خیلی کوچولوئه واسه همین به نظرم همین اوکیه. به نظرم که فعلا که کیوته. شاید مثلا یه سری چیزا بعد که چسبوندم اینجاها بنویسم یا یه سری چیزای کوچولو بکشم و اینا که خب پرترش کنه. همین دیگه. بریم ببینیم آخرش چی میشه. نمیدونم امشب تمومش میکنم یا فردا، ولی هر چی شد و بهتون نشون میدم. خب من اون قابه رو درست کردم ولی انقدر امروز عجله داشتم که نتونستم ویدیو بگیرم. همونی که آخر براتون گذاشتم و چسبوندم و چیز خاصی بهش اضافه نکردم، فقط دیگه گذاشتمش تو خود قاب سفیدش و کاغذ کاتش کردم. Merry Christmas.